هممون از بچگی یه داستان خیلی عجیبی شنیدیم که در مورد یه موجود خیالی و ترسناک است که ممکن به زنهای باردار و اونایی که تازه بچه به دنیا آوردن حمله کنه و به ترسناک ترین شکل ممکن مادر بچه رو بکشه و خود اون بچه رو پیش خودش میبره یا در اختیار شیطان قرار میده یا معلوم نیست بلایی سرش میاد. حتی فکر کردن به این موضوع هم میتونه ترسناک و عجیب و حتی یه مقدار غیر قابل باور باشه. پس ما میخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم که بدونیم داستان به چه شکله. سلام، خیلی ممنونم که این ویدیو رو پلی کردید و تا انتها ویدیو رو میبینید. یه موضوع عجیب بود که یه مدت دارم در موردش اطلاعات کسب میکنم، گفتم یه سری مسائل هم بیام به شما بگم تا بدونیم به چه شکله. و در پایان این ویدیو هم که تصمیم گیری با خودتونه، اگر فکر میکنید که وجود داره یا وجود نداره یا داستان ها بر اساس خیالات مردمی بودن که در اون موقع بودن یا برعکس اینه که بر عهده خودتونه. من هم نظر پایانیمو حتما تا انتهای این ویدیو میگم بهتون. خب بریم سراغ اصلا چی هستن این موجودات. حالا یه موجودات خیالی افسانه‌ای در باور اکثر مردم، یه موجودیه که زنهای تازه زاد، زنهایی که تازه زایمان کردن یا در حال زایمان هستن و اگه تنها بذاریم میاد سراغشون و اونو آزار و اذیت میرسونه بهش. حالا یه گونه از موجودات اهریمنیه که در باور مردم حالا ایران یا قفقاز، حتی بخشی از کشور روسیه هم داشتم سرچ میکردم دیدم که دارن افسانه هایی و باور دارن به این موضوع و فقط به مردم ایران نمیشه. در باورهای سنتی و قدیمی نقش آلها در تولید مثل انسان ها بوده. به اونها اهریمن وضع حمل یا شیطان زایمان یا شیطان زا هم میگن. حالا نمیدونم شیطان زا چیه، اون بچه هایی که میبره رو تعلیم و تربیتش میده. حالا نه اینکه بخواد شیطان درست کنه از اون، ولی میتونه یه انسان از اون دوران بچگی طی فرآیندهای شیطان پرستی اینجور چیزا باشه، شخصیت و حتی شکل ظاهریش هم میتونه تغییر بکنه تا یه حد زیادی. حالا خود این آلها در منطقه‌های مختلف اسمای متفاوتی دارن. مثلا تو کشور ارمنستان به اونا آلک فکر کنم اگه اشتباه نکنم میگن، یا کردها بهشون میگن اول، افغان ها و تاجیک ها هم به اونا میگن حال یا خال. کلا اسمای متفاوتی داره توی کشورهای مختلف، ولی کلیت داستان هایی که شنیده میشه از آلها، یعنی چه جوری بودن، چی کار میکردن، هدفشون چی بود، یه نظر مشترکی بینشون هست. یعنی اینطوری نیست که از ایران شما یه داستان بشنوید، از یه کشور دیگه یه داستان بشنوید، هر کدوم به یه سبکی اونو خیال پردازی کنن. در مجموع این داستان هایی که میخونیم حتی به زبان های مختلف، اون کلیت داستانه به یه شکله. یعنی یه آدم با شخصیت شیطانیه که کارهایی میکنه که از یک انسان بر نمیاد. حالا تو بعضی از روایت های ارمنیا از این آل میگن که آلها قلب و شش زنهای در حال زایمان یا زنهایی که تازه زایمان کردن رو میدزدن و باعث میشن که اون مادر به این شکل بمیره و اونا همچنین با آسون رسوندن به جنین در شکم مادر باعث سقط جنین میشن. البته این نکته رو این وسط بگم که بچه اگر پسر باشه این کار رو میکنند، یعنی مخالف پسر بچه پسر هستن. یعنی اگه متوجه بشن بچه پسره یا اینکه حتی خودشون بچه رو هم بیارن بیرون متوجه بشن بچه پسره، پسر هم مثل همون مادر میکشن. ولی اگه برعکس باشه ماجرا، دختر باشه چنین کاری نمیکنن، دختر رو همراه خودشون میبرن. اونا نوزادان زیر 40 روز هم میدوزن و اونا رو با بچهای خودشون یا جنها یا شیطان نشانده هایی که خودشون دارند و عوض میکنن. جالب اینه که اونا هم مثل انسان ها داره جنس زن و مرد هستند. یه پاراگراف مختصری هم که دیدم در مورد اطلاعاتی داشت به ما میداد اینه که تو بعضی از داستان ها، تو بعضی از نوشته های از گذشتگان و داستان سرایی که میکردن، یه سری گزارش داده بودن که توشون ثابت کرده بودن که گروهی از زنها وجود دارن در اون محل سکونت یا اون کشوری که هستن، با خلق وحشیگری و غارتگری میان حمله میکنن به انسانهای دیگر و قتل عام میکنن. حالا اون مابین میان بچه هاشون هم میبرن. حالا به چه شکل، چه مربوط هست به این داستان ما؟ این
روایتی که گفتن از انسان‌هایی که شبیه غارتگر هستن حالا خیلی طولانی تره، من خلاصه‌شو بهتون میگم. یه سری خانم‌ها بودن توی یه سری از گروه‌ها، البته داستان برای خیلی قدیمه، اونها یه حالت شخصیتی متفاوتی داشتن از نسبت بقیه انسان‌ها. یعنی توی توضیحاتش هست زن‌هایی بودن که بدون شوهر بودن و بسیار خلق و خوی دور از آدمیت داشتن، یعنی نه صحبتی نه هیچی، حتی از لحاظ غذا خوردن و حرف زدن و اینا، و اینکه به فکر کشتار و به فکر افزایش جمعیت قبیله خودشون بودن. یعنی یه قبیله رو تشکیل داده بودن که مثل همین آلها به فکر کشت و کشتار وحشیانه بودن. یعنی می اومدن حمله می کردن به صورت شبانه به سری از خونه ها یا جایی که مردم در اونجا زندگی میکنن، می اومدن و بچه ها رو به همون شکل می کشتن و می بردن و بچه های دختر رو با خودشون می بردن و اینا. به مرور زمان یک مقداری که گذشت، این قبیله ها اسمی پیدا کردن برای خودشون به عنوان آمازون ها. یعنی همینجوری که ما داشتیم در مورد آل صحبت می‌کردیم، این آمازون ها هم همون شکلن. اونا گویا اینه که آمازون ها گروه های از آنها بودن که صرفاً به خاطر این که یک پستان داشتن، یعنی اونا چون مدت جنگ و تیراندازی و کشت و کشتار زیاد بوده، سینه راست خودشونو میسوزوندن یا میبریدن. برای اینکه با دست راست میخواستن تیر یا کمان رو بگیرن، سینه راستشون از بین میرفت. یعنی یک پستان بودن که توی این مشخصه همین آلها و افسانه ها و اینا، حتی مادر بزرگ‌های ما هم برای ما تعریف می‌کردن، چنین فرم ظاهری داشت که میگفتن یک زن پیره که یه پستان داره به یه شکل، به یک طرف. خلاصه که این گروه و قبیله از سوی یونانی ها به صفت آمازون نامیده شدن، ولی در بین آریایی ها اونا همون آلها نامیده می شدن. یعنی همین داستانی که ما داریم تعریف میکنیم. این زنان عجیب و وحشی در جنگ ها و غارت های قوم خود، یعنی همون قوم آل، سهم زیادی داشتن. یعنی دوباره اومدن دو گروه شده بودن که در کل جنگ و کشت و کشتار را مینداختن برای یک هدف. بعد از گذشت چند سال و کشت و کشتار، حالا کشته شدن خودشون، تغییر شرایط آب و هوایی و زندگی، این گروه های آمازون، همون آلها، اومدن به نقاط مختلف امتداد اون دریای سیاه، حالا یک قاره دیگر هم حتی، مهاجرت کردن. خلاصی که با رفتن گروه های آلها به نقاط مختلف، همچنین هجوم اونها به اقوام شمال ایرانی ها، شاهد دیده شدن گروه های زیادی از این زنهای غارتگر وحشتناک در حاشیه حتی شهرها و جنگل های ایران هم بود. البته طبق داستان هایی که ما از ایران از گذشته خوندیم و شنیدیم. و اینکه می نوشتن که توی حاشیه شهرهای دور، شهرهای پرت یا مثلا روستاها، خصوصا زنهای باردار حمله می کردن. یه فکت جالب دیگه هم که زن آل بهش حمله میکنه. این داستانی که داشتم تحقیق میکردم میخوندم، خیلی تازه یاد اون جمله افتادم که چی و به این شکل. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید و تا آخرش همراه بودید. اگه نظری، انتقادی یا اگه چیز دیگه شما میدونید، خیلی خوشحال میشم که برام کامنت بذارید. ویدیو رو حتما لایک کنید و چنل من رو هم سابسکرایب کنید.